قرقیزی رادیوی آزادی از شهر پراگ معرفی میکنم. سرخط بعضی از مطالب روز. در حوزه نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای پرزیدنت تاجیکستان با رهبر چین دیدار و گفتگو داشت. مقامداران و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان برای بدرفتاری در نسبت دانشجویان و استادان دانشگاه آقاخان معذرت‌خواهی نموده وعده دادند که مسئولان این عمل زشت به جوابگری کشیده می‌شوند. و ابدار کننده دولتی از دادگاه برای کارمند پیشینی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و 6 تن از همراهانش مدت طولانی زندان را طلب کرد. میخواهم که سود عادلانه حکمش را برآورد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با همتای چینی‌اش سی جین پین از همکاری‌های دیپلماتی دو کشور که 25 سال اخیر ادامه دارد قناعتمندی کرده است. هرچند دیدار رهبران دو کشور امروز در قزاقستان در حوزه همایش سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت، اما سران تاجیکستان و چین مسائل‌های مهم را بررسی نمودند. تفصیلات را از کیومرثی تو میشنویم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با سی جین پین پرزیدنت چین ملاقات کرد. سی جین پین گفت که تاجیکستان و چین دو همسایه دوست و همکاری استراتژیکی هستند. به قول او دو کشور در بخش‌های تجارت و اقتصاد، دفاع، رشد کشاورزی، انرژی و امنیت همکاری زیست دارند و همچنان همکاری‌هایشان را در دایره برنامه‌های سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های شانگهای هماهنگ می‌کنند. سی جین پینگ گفته است تاجیکستان در پیشبرد طرح کمربند راه ابریشم همکاری مهمی چین است. او افزوده که دو کشور به هماهنگی در سیاست اقتصاد، استراتژی رشد و همچنان همکاری در تولید محصولات نیاز دارند. او گفت دو کشور باید همکاری‌هایشان را در رفع عاقبت‌های طبیعی، رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، دفاع و حفظ حقوق و امنیت توسعه ببخشند. در این ملاقات امامعلی رحمان گفته است که تاجیکستان دوستی و همکاری با چین را قدردانی می‌کند. به گفته او این کشور در امور بین المللی نقش مهم دارد و تاجیکستان تصمیم دارد که همکاری‌های استراتژیکی با چین را بیشتر کند. امامعلی رحمان گفت امسال تاجیکستان و چین 25 سالگی روابط دیپلماتی را جشن می‌گیرند و به گفته او این جشن در فضای اعتماد سیاسی و دستاوردها صورت می‌گیرد. امامعلی رحمان و سی جین پین روز چهارشنبه برای ملاقات با سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به آستانه پایتخت قزاقستان رفتند. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. امروز مقامداران قرقیز و فعالان جامعه شهروندی این کشور از استادان و دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی مستقر در شهر نورین رسما معذرت خواهی کردند. یک روز قبل از این ملاقات دوستانه گروهی 100 نفری جوانان شهر نورین وارد دانشگاه آسیای مرکزی شده طلب کردند که دانشجویان خارجی از جمله دانش آموزان تاجیک برای مناقشه در بازی بسکتبال به زانو زنند و از آنها عذر پرسند. نوار این صحنه با موج واکنش‌های اساساً منفی در تاجیکستان و قرقیزستان روبرو شد. برای شرح بیشتر این موضوع صحبت داشتم با وینیر جومتای و رهبر بخش قرقیزی رادیوی آزادی. مقامات رسمی قرقیزستان قضیه دیروزه را که میان جوانان شهر نورین و دانشجویان خارجی دانشگاه آسیای مرکزی رخ داد چگونه شهر میدهند و اصلا چی اتفاق افتاد دیروز؟ مقامات قرقیزستان حالا تمام تدبیرها را برای مجازات عاملان و تشکیل کنندگان این قضیه می‌اندیشند. وزارت کارهای داخله در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. دیروز بیشتر قرقیزستانی ها بعد دیدن نواری که در آن گروهی چند صد نفری جوانان بیکار شهر نورین و بینای دانشگاه آسیای مرکزی داخل شده دست به کردارهای خجالت آور می‌زدند وحشت زده شدند. آنها شأن 70 دانشجوی دانشگاه آسیای مرکزی را پس دادند. اصلا بازی بسکتبال چند هفته پیش دایر شده بود. در آن دانشجویان دانشگاه نورین شرکت کرده بودند، ولی حادثه دیروزه را نه دانشجویان بلکه مردم محلی اساساً بیکار تشکیل کرد. بیشتر مردم قرقیز در شبکه‌های اجتماعی از چنین حالت ناراحت بوده نوشتند که چرا این ماجرا اتفاق افتاد. دانشگاه آسیای مرکزی یکی از مؤسسه های زیباترین در حدود شهر نورین است. از این خاطر بیشتر ساکنان قرقیزستان از حادثه مذکور به خشم آمدند و از مقامات کشور طلب دارند که عاجلا این مسئله را در سطح شورای امنیتی ملی بررسی نمایند.
тавре ҳам шумо ишора кардед, вале бояд бигӯям ки дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як наворе пахш шуд ки тавре мо ҳам дидем дар унҷо дар ҷои ҳодиса кормандони пулис ширкат доранд, аммо барои ҳимоят аз донишҷӯён ва профессорони ин донишгоҳ амалан ҳеҷ кор накарданд. онҳоро чӣ интизор аст? Масалан, агар дар гузашта бингарем вақте дар ин гуна ҳолатҳо афсарони милиса худро канор мекашиданд ва ё бигӯем ки дар баъзе маврид ҷонибҳои тарафи даргирро мегирифтанд, мақомот ба онҳо чӣ гуна вокуниш нишон медод? Ну, за прошлые события я не могу отвечать, но вот за это событие я думаю, что там был من درباره قضیه‌های پیش چیزی گفتن نمیتوانم، اما در رابطه با ماجرای اخیر احتمالاً کارمندان میلیسا ترسیدند، زیرا در آن طرف ازدحامی خشمگین جمع شده بود. حالا برخی کارشناسان هم میگویند که در این کار نقش جوانان افراطی خیلی بارز بود. در قرقیزستان به مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی حالا گروه‌های افراطی ظهور کردند، اما باید بگویم که محض در قرقیزستان روند افراطیگرایی بیش از پیش احساس می شود و با این تأثیر بعضی مفتی‌های سابق خیلی زیاد است. مثلا مفتی سابق با نام چوبک حاجی چندین بار به طور روشاد دعوت کرد که دانشگاه آسیای مرکزی مربوط به آقاخانی 4 در شهر نارین فعالیتش را قطع کند، زیرا باعث تبلیغ و رشد رویه شیعه است. چون این عقیده را بعضی دیگر روحانیان قرقیزستان نیز بیان می‌دارند. از این خاطر اهل زیای قرقیزستان و جامعه شهروندی خیلی جدی از مقامات طلب دارند که این موضوع در شورای امنیتی ملی برداشته شود تا اینکه سری وقت از دعوت‌های اختلاف برانگیز جلوگیری شود. وقتی چنین شعارها از زبان روحانیان برومند صدا می‌دهند، این گونه پیامدهای خطربار دارند. امیدواریم که قضیه به طور مثبت حل شود، ولی به هر حال مشکلات وجود دارد. تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا. دانشگاه آسیای مرکزی تیرمای سال گذشته با شرکت رهبری اسماعیلیان جهان آقاخان چهارم و سروزیر قرقیزستان در شهر نورین مورد استفاده قرار گرفت. فعلا در این دانشگاه 71 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان و پاکستان تحصیل دارند. تفصیلات رویدادهای اخیر نورین را از نقل جوانان تاجیک در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. ظاهراً محکمه پرونده پرسر و صدای مربوط به کارمند سابق دستگاه پرزیدنت تاجیکستان به مرحله نهایی نزدیک می شود. در کرسی عیبدار شونده ها در برابر قدمجان صفیزاده 6 نفر دیگر نیز نشستند که به دزدی چندین میلیون سومانی عیبدار می کردند. دیروز عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای متهمان مهلت طولانی حبس را درخواست کرد. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات بیشتر. عیبدار کننده دولتی در مرافعه روز پنجشنبه در دادگاه سینای پایتخت برای قدمجان صفیزاده کارمند پیشین دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و 5 تن از همراهانش متناسباً از 13 تا 17 سال زندان را طلب کرد. این افراد در مجموع برای اسناد کردن 8 میلیون سامانه عیبدار می شوند. این کم سابقه ترین پرونده مربوط به کارمندان فناوری های کامپیوتری در تاجیکستان است که در دادگاه بررسی می شود. سخن عیبدار کننده دولتی روز 8 ایون در دادگاه ناحیه سینا شنیده شد و در جریان مرافعه که ظاهرا به مرحله نهایی نزدیک شده است، عیبدار کننده دولتی برای گمانبران قدمجان صفیزاده و پرویز نظرف 17 سال، برای فرقت رزاقوف، ولادیمیر بابایف، ارسلان محکموف و زوهل سنگینوف 15 و برای حکمت الله خواجایف 13 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش شدید را تقاضا نمود. در دل جنایتی نسبت صفیزاده قدمجان اسمت حمایتگر رو میباشم در راه تفسیر پیشکی تو امروز در مرافعه سودی بنابر سببی در حرکت‌های زیر حمایت ایمان یگان علامت جنایت نبود، در اساس ماده حسبان نسبت من حکم سفید پرسیدم و خواهش کردم که حکم سفید برآورده از سالار سود آزاد کرده شود. اما نزدیکان این افرادی که سالهای گوناگون از دادگاه یعنی که طلب جزای آنها کرده شد، آنها ناراضی هستند و از دادگاه خواهش دارند که هنگام صادر کردن حکم خود عدالتانه رفتار کند. میخواهم که سود عادلانه حکمش را برآورد. سپتامبر 2016 باید که امنیستی می برآمدند. امنیستی همینا هم وای به غلطیدگی بود، جواب ندادن با دوام دادن، با دکتر با نیم روز سود شد، با گرفتن با گشت این همش تحت فشار، همه با معلوم که تحت فشار.
مقامات انتظامی تاجیکستان در اول ماه می سال گذشته گفته بودند که همراه با قدمجان صفیزاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به قبل منابع رادیو آزادی این افراد در گذشته به وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بودند. همین طور در نظر است در هفته آینده دادگاه سینا حکم خود را در نسبت ایبدار شونده ها اعلان کند. برنامه‌رو ادامه میدیم. اکثر کودکانی که در شهر دوشنبه تا امروز در بین ماشین‌ها و جای‌های دیگر پرخطر بازی می‌کردند، اکنون مثل زمان شوروی صاحب میدان‌های مخصوص فراغتی و ورزشی می‌شوند. قرار بنیاد میدانچه‌های نو و سوی شهرداری دوشنبه صادر شده است و حالا کارهای بنیادی ادامه دارند. زرانگیز نوروزشو به نزد بیناهای استقامتی رفت که علاقه کودکان در میدانچه‌های برهوا بی‌ملال دواتاز می‌کنند. خوشحالی فریده 4 ساله و دوستان دیگری او را حد و کنار نیست. آنها بی‌صبرانه انتظار انجام یافتن ساختمان میدانچه بازی در نزد بینای استقامتیشان در محله نعمت قره‌بایف هستند. ما اینجا پری ماشین بود، بچه‌هامون خواتیر میشیدن، بچه‌هامون زیق بشدن که نکنن خلیه که ماشین میزنن. مثل کودکان این محله اکنون تمام خردسالان شهر صاحب میدانچه‌های بازی خود می‌شوند. با فرمان حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار شهردار دوشنبه رستم امامعلی از ماه فوریه سال روان در پایتخت 70 میدان و میدانچه‌های ورزشی و بازی و سیر و گشت ساخته می‌شوند. ساختمان این میدان‌ها برای کودکان بر دوش کمیته و وزارت و نهادهای دولتی گذاشته شده است. قسمت آنها در عرفه 20 سالگی وحدت ملی و قسمت دیگرشون در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شوند. حالا ما در باغچه نوساخت در محل автовокзали پایتخت قرار داریم و طور میبینید اینجا ساختمان هنوز هم ادامه دارد و طور مسئولین میگویند 3000 متر مربع زمین جدا شده است برای فراغت کودکان و جوانان و عموما ساکنان بیناهای استقامتی گرد و اطراف. این گلگشت و باغچه ها از سوی پالاتای حساب ساخته شده ایستاده است و طور مسئولین میگویند در 3000 متر مربع زمین آنها نه تنها برای کودکان باغچه ساختند بلکه برای نورسان یک میدانچه الهیده ورزشی و همچنین برای جوانان و برای ساکنان اطراف یک گلگشت زیبای هم ساخته ایستادند. ساختمانی با صورت میدان و میدانچه‌های ورزشی و فراغتی برای کودکان در شهر ساکنان بلندداشتیانه ها را که سالها باز جای برای بازی و فراغت کودکانشان نداشتند خوشحال کرده است. آنهایی که امکان و شرایط داشتند بیشتر وقت‌های خالی کودکان خود را به مرکزهای دلخوشی می‌بردند که رایگان نیستند. اکثر بیناهای بلندداشتیانه پایتخت که میراث زمان شوروی‌اند جای برای کودکان ندارند. از میدانچه‌های مخصوصی که آن زمان برای کودکان بنیاد شده و اتراکسیون‌ها داشتند بجز چند هم دیگر نشانی نمونده است. به نظارت نمیشد، میبرومدیم نگاه میکردیم بو میدبر و خانه میدروردیم و میکردیم آوازی خمانه کوخنی نگاه میکنیم قدرک میبرد بازی میکنه و میکنه بعد بو خانه که گویم در ویده بو خانه با میدروین میروم گودکو میبیوم بازی میکنن من بو بچه کلونو اومده من وای میکنن خودمون هم داشت هم خیلی راحت کردیم از رحمت من بیست کبا بعدی روز کشویی میبروریم تریل کبا مغز و چغز و نون و چای میخوریم دیدم چه خیلی من جای نقش شده است راحت میکنیم. با قرار رئیس سابق شهر دوشنبه در سال 2010-2015 هم طبق یک لایحه در شهر تا 56 میدانچه ورزشی ساخته شده بود. همکنون گفته می شود در برابر 70 میدان و میدانچه نو شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است در 4 ناحیه پایتخت میدان ورزشی بنیاد کند. صفی میدانهای مذکور را همچنین صاحبکاران الهیده بیشتر می کنند. نگهبانی این میدانها را هم حکومت شهر بر ذمه خود گرفته است. با این گزارش برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید پس سامانه azadi.org صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحتی با فراغت میخواهیم. خدا نگهدارتان.